ادامه دارد عزیزان دل برنامه بامدادی صبح دوشنبه و صبح هر یک شما عزیزان دل را به خیر و شادی باد میگوییم. مناقشه یعنی کانفلیکت در روزگار هر نفر دیده می شود و امروز خواستیم به برنامه بامدادی صبح دوشنبه دعوت نماییم دکتر روانشناس محمود کبیری را. خوش آمدید به برنامه بامدادی صبح دوشنبه. سرول میخواستیم بدانیم که کانفلیکت یا خود مناقشه چیست و بیشتر در کدام حالت رخ داده میتواند؟ یکی از قانون‌های حکمت شناسی این قانون‌های یگانه و به هم ضد هستند. یعنی که ما در برابر دوستی، مناسبت‌های خوبی انسانی و قواهای سازندگی باز قواهایی رو می‌بینیم که تضاد را، مناقشه ها را، ضدیت ها را به وجود میارن. یکی از همین طرف های که هستی این مناقشه ها هستند، تضاد ها هستند. یعنی اگر ما از خاصیت های مادیات بگیریم، بعضی خاصیت های هستند که با یکدیگر هیچ راست نمیگیرند. مثلا ما میبینیم که در قانون فیزیکی قواهای به هم مانند یکدیگر رو تله میدهند، ولی در قانون های روانی ما میبینیم که قواهای یکدیگر مانند یکدیگر رو میکشند به خود. مناقشه این یکی از شکل‌های مناسبتی اگر گوییم که در جمعیت آدمان هست. آدمان به یکدیگر که در این حالت قانون‌های خود را دارد، این مناسبت روش خود را دارد و آخر خود را دارد و نتیجه میدهد. یعنی سر زدن مناقشه این چیزی بیهوده نیست. برای مناقشه سر زدن زمینه ها تیار میشن و نگفتن امانت که مناقشه ها گوناگون میشن. مناقشه میتواند در خود درون یک انسان باشد، بین عقل و احساس او، بین نفس او و وجدان او. مثلا یکی از آن مشکلات هایی که آدمان روبرو میشن در مثلا جامعه بین احساس و عقل جنجال میشد. شاعرها می نویسند که دلم کی من به فرمان دلم، دل کی به فرمان من. یعنی که نشان داده آن است که مثلا احساس آنها که دل میگویند شاعران ما، آنها را گوش نمیکنند، عاشق میشد. این عاشق شدن هم این هم یکی از نمودهای مناقشه هست، کانفلیکت هست. مناقشه بین عقل و احساسات. بین عقل، چون که بسیار وقت عقل راضی نمیشه با آنچه که دل میگوید، چون که عقل قانون‌های منطقی را میآموزد و دل به این قانون‌ها دقت نمیده. ما میدونیم که مناقشه این ضدیت هست، تضاد هست، این احساسات‌های منفی هستند، ولی ما میدونیم که طرف دیگری مثلا نفرت و بدبینی، جنجال، مشکلات‌های مثلا که خاراکتر کانفلیکتی دارن، طرف دیگرش مهر و محبت هست. طرف دیگرش این قواهای سازندگی هستند. بعضا ما دو کس رو میبینیم که جنجال میکنن در کدام مسئله، ما همچون روانشناس طرف دیگرش میبینیم که در اون یک چیزی هست که حل نشده است، ولی دو کسی که جنجال میکنن یا مناقشه میکنن، در نهاد آنها یک محبت نهان است، یک محبت برادری، یک محبتی گوییم که خواهر، یک محبتی تازه بین دو جنس. محبت ها گوناگونند، چون که محبت ها هم باز در مناسبت شکل های خود را دارند. برای همین در مسئله اون که حال ما گوییم که حالت جنجال، حالت مناقشه که چی در جامعه سر میزند، چی در بین آدمان سر میزند، چی در درون یک شخص سر میزند که شکل‌های گوناگون آن هستند، اینها همه وقت نتیجه خوب دارند اگر قانونیت‌های آنها رعایت شود، اگر عقل بالای اینها نظارت کند و همه وقت رسپت‌های لازمی هستند که این مناقشه ها را حل کنند. و چند نمودی آن را ما گفته می توانیم که یکی اینها گفت و شنید است، دیگری بخشش است، بزرگترین صفت انسان است. هست راه های دیگری که سببیت انا همون کانفلیکت این مناقشه را میبرند، چی از چی سر زد. یک طرف دیگری سر زدن مناقشه این خود به خود ظهور کردن مناقشه است و اگر آدمان انتظار شوند خود به خود میگذرد. ما بسیار وقت میبینیم دو کس جنجال میکنن و بعد میبینیم که باز پشیمون میشن، آمده دیگر رو باز دوستی خب مناقشه رو هضم کردن ممکن است؟ یعنی با پیشه کردن صبر میتوانیم مناقشه رو برطرف سازیم؟ صبر یکی از اون تاکتیک هایی است که مناسبت ما با همین ظهورات مناقشه میکنیم.
یعنی با صبر چرا؟ کردن میتونیم هضم نماییم. البته صبر کردن هم یه حد و حدود دارد، لیکن وقتی که مناقشه سر میزند باید احساس خود را خاموش کرد، چون که وقتی انسان با احساس نزدیک می شود به جنجال، آن وقت این مناقشه انگیزش می آمد و راه های حلش گم می شوند، چون که مناقشه هم قانونیت های خود را دارد. برای همین صبر کرده که آدم آرام شد، با یک عقل روشن، با یک هوشیاری انسان به همون مناسبتی که سر زده است به همون نزدیک می شود و قسم های آن را، دیتیل های آن را می آموزد و می بیند که در کدام حالت چیکار باید کند. بعضی مناقشه های هستند که دور و درازند و نزدیک شدن و به حل کردن آنها انسان باید سالهای طولانی که کوشش کند، چون که آنها ریشه های گوناگون دارند که مثلا بعضی آنها تقدیری هست، بعضی آنها موقع های اجتماعی هست، بعضی آنها خاراکترولوژی خصلتی هست، بعضی آنها عقیدوی هست، بعضی آنها احساسی هست، دوست نداشتن، بعضی آنها فیزیکی است، متریالی هست در مسئله که نفس و مالیوی. ولی کسی که در مناقشه بیشتر عذاب میکشد، اذیت میکشد، اون بیشتر محبت دارد. اون انسان بالاتر است از اون کسی که سنگدلانه با مناقشه مناسبت میکنه. بعضا انسان هایی هستند که مثلا درون آنها پر از سوال های بی جواب هست، ولی آن همون حرمت و یا احساس نمیگذارد که آنها با مناقشه راه دهند. این رو چگونه شرح داده میتوانید؟ مناقشه احساسات دارد و این چرا چنین میشه؟ چون که دور و دراز نگرفتن بعضی حلاوت های احساسی سر میزند. انسان از همون مناسبت، از همون کار بعضی نارضایت ها اندک در او جمع میشن. فرق نیست این در خانه است، نسبت به خودش، نسبت به زندگیش، نسبت به دوستان نزدیکش است. عموما آهسته آهسته یک نارضایت ها در باطن او جمع میشن و یک زمانی هست که موافق قانون انکشاف مناقشه شناسی، کانفلیکتولوژی، روز می شود که انا همین به زبان تاجیکی میگن کاسه صبر لبریز می شود و همون کاسه که لبریز شد، همون بگویم که مناقشه سر میزند، بیرون می شود، بیرون می براید، مایسه می زند و آن وقت ما می بینیم که در کجا این کار می شود. مثلا این کار می تواند که در خانه شود. مثلا ما بسیار آدم ها را می بینیم که در بیرون بسیار نقض مناسبت میکنن، چون به خانه می روند احساسات خود را سر می دهند. خانه شعری میدان غریب می گویند. یا برعکس در خانه می شود که چون این در جای کار اساسا خودشان را نگه می دارند در کوچه و پسانتر در پیش نزدیکان خود این کار را می کنند، یعنی می کفند در ناخونه گیری. این چرا چنین می شود؟ برای آن که این آدمان بسیار چیزهای باطنی خود را نمی گویند. باید سری وقتی که انسان بعضی بی‌عدالتی را می‌بیند، بعضی ویران کردن قانون‌های مناسبتی را می‌بیند، باید سری وقت آنها را بگوید، پرسان شود و جواب بگیرد. وقتی که در این حالت جواب نمیگیرد از این چیزها، یا که آنها به جواب و به راضیگی در باطن او میمانند، آنها یگان روز جمع شده میکفند و متاسفانه بسیار وقت انا همین ترکشی سرشوی کانفلیکت در نزد کسانی میشوند که آنها یا زیردستانشان هستند یا که کسانی نزدیکشان هستند و این را مخصوص زیر شعور میکند تا اینکه در نزد دیگران انسان شرمنده نشود. این کار را نسبت به نزدیکان خود میکند، چون که آنها با امیدی که شاید همین دل پوری این کس که کوید آن را برداشت کنند، یعنی که تحمل کنند. تا کجا درست است این گونه رفتار؟ مثلا ما میبینیم که چون این کسی هست بسیار وقت که آدمان میروند پیش او و دل خود میکفانند، این مادر است. نسبت به مادر، نسبت به کسی که استاد است، نسبت به راهبر مشفق و غمخوار است. بسیار وقت هست کسانی که دوستان خالصانه ما هستند که رفته ما با آنها دل خود رو میکشویم. یکی از همون پروفیلاکتیک پیشگیری انا همین مناقشه ها این دل خود رو رفته به کسی گفتن است که لایق باشد. برای همین من فکر میکنم که تحمل کردن رو نه هر کس میتواند. باز کسانی که مناقشه ها رو تحمل میکنند اینها انسان های بزرگند،
اینا کسانی هستند که خیلی دل بزرگ دارند. дар ба вуҷуд омадани муноқиша миёни наздикону дӯстон гунаҳгору бегуноҳ ҳаст ё на? وقتی که مناقشه سر میزند صدا از دو دست است. اما وقت ما باید بدانیم که هر دو طرف در گوجه‌ای به اشتباه راه دادن، خطای راه دادن. ولی بعضا می شود که فایز زیاد از یک طرف می شود. بیشتر خطا رو کسانی میکنند که احساساتیت آنها زیادتر است. انا همین کسا بیشتر خطا میچون که سبب سر زدن کانفلیکت یعنی مناقشه این به نظر نگرفتن بعضی نازکی های قانونیت های هستی کار و زندگی است. муноқиша ки рух зад месазад ки решаи онро кофту коб кунем агар муносибатҳои қаблӣ самимӣ буданду дӯстона. هر یک چیز البته سبب خود را دارد و بسیار وقت سبب این سر میزند از پست کردن بهادهی یکدیگر. کاملا موافق نبودن بهادهی همون آدمی که ما با او مناسبت و زندگی داریم. چون که بعضی ها چنین فکر میکنند که نسبت به دیگری خوبی های زیادتر کردن. بعضی ها فکر میکنند که این خوبی ها کمتر هستند و این از یکی از سبب های سر زدن مناقشه محض در همین که به قدری یکدیگر نمیرسند. خب گفته‌ای هست که دوستی استوار و صمیمی محض از سر زدن مناقشه به وجود می آید. تا کدام اندازه این گفته درست است؟ بسیار وقت ما میبینیم چی در فیلم ها هم میبینیم در نظریه روانشناسی هم میبینیم که آدمان عقیده های گوناگون نسبت به زندگی دارند و با یک عقیده زندگی کردن انسان نمیتواند. برای این هر یک کس که عقیده دارد نسبت به زندگی و همون کار و فعالیت اینجا میشود دو طرف همون کار پر میشود. یعنی که خیلی که میگویند دو سر از یک بهتر است. انا در همین حالت برای همین سرشوی مناقشه یا که نافهمی که در بعضی کارهای دوستی از آن جمله سر میزد از همین حساب است که آنها یکدیگر را پر میکنند. مثلا ما میبینیم که بسیار وقت محبتی که پسانتر به برپاکنی عائله میرود سر میشود از آن که یکدیگر را اول نقض نمیبینند. بله. یعنی که طرف دیگری بندیدن، طرف دیگری ناراحت بودن، این البته مهر محبت است. خب منفیت از مناقشه چیست؟ یکی از منفیت‌های بزرگ مناقشه این بها دادن یکدیگر است که در نبودن آنها انسان قدر یکدیگر رو می‌داند، می‌فهمد که کی بوده است و چی را از دست داده است. دوم سببی که منفیتی که مناقشه می‌آورد این بیدار کردن قواهای نهانی سرشت انسان است. انسان در این حالت قواهایی را در خود بیدار میکند تا اینکه همون مسئله را حل کند یا اینکه از حالت بودهش پرزورتر شود. انا همین است منفیت خوبی کانفلیکت. اگر همون آداب قانونیت یک اتیکتی انا همون کانفلیکت را رعایت کنند. بینندگان عزیز باری دیگر خاطررسان میکنیم که مهمانی امروزه برنامه ما بودند دکتر روانشناس محمود کبیری. باری دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه صبح دوشنبه. سلامت باشید. خب بینندگان عزیز با شما میگوییم که زندگی رو دوست دارید و دوستداری همدیگر باشید.